ارزش اصلی. مسئولین وزارت کشاورزی تاجیکستان سبب گران بودن محصولات کشاورزی را به دوش دهقانان واگذاشته میگویند آنها محصولاتشان را از ارزش اصلی گرانتر میفروشند. عزت الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان روز 19 ایول ضمن نشست خبری گفت ارزش اصلی 1 کیلوگرم کارتوشکا 1 سومانی و 45 1 سومانی و 50 دیرم بوده ولی قیمت آن در بازار یک لخت فروشی از 3 سومانی و 40 دیرم تا 4 سومانی است. امروز در کشت زراعتی کشاورزی دهقان آزاد است. در فروش محصولات کشاورزی هم آزاد است. اولین مرتبه در تاریخ ساحه کشاورزی دهقان توانست که با اقتصاد بازارگانی داخل شود. محصولات خودش را ارزش اصلی بلند فروشد. جناب ستاری میانه روها را نیز در بلند بردن نرخ‌های محصولات تاثیرگذار دانست و گفت آنها سر هر کیلوگرم محصولات قریب 1 سومانی علاوه میکنند. ادعای وزیر کشاورزی در حالی است که هنوز بحثی بلند رفتن نرخ کارتوشکا میان مردم خاموش نشده است. کجا میره خب پیاز کارتوشکا در تلویزیون گپ میزنن. ما همین حیران مخه. کی ارزون میشه؟ کم بغل داد زورش میاد. 1 کیلو کارتوشکا 3 سوم پیاز 4 سوم خریدن. لبو آدم از زورش میاد. تحلیلگران کم بودن محصولات را از عامل‌های اصلی بلند بودن نرخ در بازار می‌دانند. آنها میگویند تا محصولات در بازار زیاد نشود، ارزان شدن آن غیر امکان است. مسئولین وزارت کشاورزی امیدوارند که با فرا رسیدن موسم سراسری کارتوشکا این محصولات ارزان می‌شود. اما آنها تاکید می‌کنند که نرخ مثل سال‌های قبلی ارزان نخواهد شد. دوره‌ای که سبزی 20 دیرم بود، 30 دیرم بود، پیاز 50 دیرم بود، کارتوشکا 60-70 دیرم بود. دهقان از ارزش اصلیش نیمت پس میفروخت و دوره گذشت رفت. و دهقان مانند ما آدم است، خانه دارد، در دارد، فرزند دارد. رحم دهقان کی میخورد؟